کی رفته ای ز دل که تمنا کنم تو را؟ کی بوده این نهفته که پیدا کنم تو را؟ دوستان سلام گرمی دارم خدمت یکایک شما که امروز در این محفل جمع هستید و مرا نیز پذیرا شدید. ما امروز فاصله ها را شکستیم تا سخن برانیم از میلاد بزرگ مردی که در هوای گیلان نفس کشید و از کرانه های خزر پدید آمد و پدیده‌ای گشت و چون خوشه های بارور شالی به بار نشست. از مردی که از عشق آمد و در عشق نشست و صدایش از کوچه و بازار و شالیزار در سرزمین ایران و ضمیر ایرانیان طنین انداز شد. و اما اکنون روی سخن من با توست ای پدر شعر و ترانه موسیقی گیلان. با تو سخن میگویم. میدانم که مرا میشنوی و حس میکنی ما را، همان گونه که سالها حسمان کردی و سرودی و خواندی از دیار سرسبز پاکمان، از شالیزاران بکرمان و از نوروز پرقدر من. از گیلانمان خواندی و بارانش خواستی، از عشق و یار سرودی و قصه سردادی و تا اوج آفتاب خیزانش بردی و از گونه های سرخ شرمگین یار گفتی و حتی در دریای متلاطم و طوفان زده امید به دل ما کاشتی. آری تا بهشت گیلان هست و ایران هست تو زندگی میخوانی. تو میخوانی تا صدای پرشور و موسیقی منشور، تا کلبه و کومه و جنگل و دریا و حضور مردمانمان را در گلدان خاطراتمان بکاری و نگذاری که فراموش شود. یاد و یادگارانت گرامی.